کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ملی تاجیکستان اجازه داد که از 20 مارس در مسجدهای کشور نمازهای دست جمعی خوانده شوند، اما عین زمان از ساکنان طلب کرد قاعده‌های بهداشت را قطعا رعایت کنند. تصمیم منع نمازهای دست جمعی به استثنای نماز جنازه در 2 هفته پیش با واکنش‌های گوناگون روبرو شده بود. بعضی‌ها این قرار را کاری درست نامیدند، بعضی‌ها برعکس. افشین مقیم سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان روز 19 مارس به رادیو آزادی گفت از بامداد جمعه در این مسجدهای کشور دوباره برای نمازگزاران باز می شود. به قول او دوام 2 هفته بسته بودن در این مساجد در همه این مؤسسه های دینی چاره های ضد عفونی یا دزینفکسیا گذرانیده شد. خروج کرونا ویروس مقامات چند کشور را وادار کرد که نمازگزاری در مسجدها را منع کنند. از جمله در ایران نمازگزاری در مساجد منع شده است. از کشورهای همسایه تاجیکستان تا حال ازبکستان نمازگزاری در مسجدها را منع کرد. در این کشور چند حالت سرایت یابی به ویروس نو کرونا آشکار شده است. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز 5 مارس با هدف به گفته مسئولانش پیشگیری از سرایت کرونا ویروس در این مسجدهای 5 بخته و جامعه را بست. از بس که حکومت تاجیکستان سالهای اخیر برای محدود کردن حقوق دینی تنقید می‌شنود، برخی از مردم قرار منع نمازگزاری در مسجدها را هدفمندانه خواندند. بعضی از آنها در شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های اینترنتی نوشتند که اگر هدف پیشگیری از سرایت کرونا ویروس بود، چرا مکتب و دانشگاه، بازار و آشخانه و میدان‌های ورزشی و مرکزهای سودا بسته نشد؟ مقامات در برابر منع نمازهای دست جمعی تمرین راهپیمایی خوانندگان و دانشجویان را برای جشن نوروز منع کرده بودند و دلیلش را هم پیشگیری از سرایت کرونا ویروس گفتند. دیرتر نوارهای از خوجند و باختر رسانه شد که در آنها هزارها خواننده و دانشجو به جشن نوروز آمادگی می‌بینند. کرونا ویروس که آخر سال گذشته در چین کشف شد، تا کنون در جهان بیش از 220,000 نفر را گرفتار کرده، باعث به مرگ تقریبا 9,000 کس شده است. بنا به آمارها بیش از 80,000 نفر از این بیماری شفا یافتند. مقامات تاجیکستان میگویند تا به حال هیچ مورد گرفتاری به این ویروس در کشور ثبت نشده است، اما میگویند از 1 فوریه تا 18 مارس تقریبا 1900 نفر را که از خارج به تاجیکستان آمدند به کرانتین فرا گرفتند. از این شماره بیش از 1400 نفر به خانه‌هایشان رخصت شده، عین زمان 464 نفر در بیمارستان‌های کشور هستند.